سلام گاو. این ویدیویی که الان براتون پخش میکنم حرف من نیست. اعترافات اجباری یه بازداشتی که به زور ازش حرف میکشن هم نیست. اینا حرفای سید محمد حسینیه، لیدر اپوزیسیون ریستارت که به شدت هم معتقده باید نظام عوض بشه، سید علی خامنه ای بره و یه حکومت دیگه ای بیاد جاش. رضا پهلوی رسما خودش اعلام کرده که آقا ما پول آوردیم از ایران بیرون. یعنی دزدی کردیم. حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار. 62 میلیون دلار. بله. میگیم اولاق دزده. های اولاق دزدن این های یابو دزده. چه 1 میلیارد، چه 5 میلیارد، چه 100,000 دلار به دزدی. پس ملتی که پشت رضا پهلوی باشن برای برگردوندن اون به حکومت، این ملت گاون. حالا هر کی میخواد سیپونو میکشیم میکنیمش توشون دستشویی و رد میشن. پس اونایی که الان تو این اوضاع مملکت به جای اینکه از خاکشون دفاع کنن، هوای وطنشون رو داشته باشن، پشت رضا پهلوی دزدن.